نیازی نیست برای خوشگلیمون جراحی پلاستیک بکنیم. این دل اگر عوض شد، نورانی شد، صورت نورانی میشه بدون جراحی پلاستیک. دعای آینه شنیدید؟ وقتی روبروی آینه می ایستیم، نگاه تو آینه می کنیم، این دعا رو باید بخونیم. چه دعای زیبایی است! اللهم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی. بهار میاد، رنگ طبیعت عوض میشه. وقتی که باران میاد، رنگ زمین عوض میشه، سبز میشه، جذاب میشه، روحنواز میشه، دلربا میشه. بهار و سبزی و گل و لاله و بالاخره وقتی باران به زمین میباره، زمین لباسشو عوض میکنه. وقتی باران به دل میباره چه باید عوض بشه؟ نیازی نیست برای خوشگلیمون جراحی پلاستیک بکنیم. این دل اگر عوض شد، نورانی شد، صورت نورانی میشه بدون جراحی پلاستیک. دعای آینه شنیدید؟ وقتی روبروی آینه می ایستیم، نگاه تو آینه می کنیم، این دعا رو باید بخونیم. چه دعای زیبایی است! اللهم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی. چه رابطه‌ای بین خلقت و خلق هست، بین خلق و خلق. خدایا همینطوری که خلقت من و صورت منو زیبا قرار دادید، اخلاق من و سیرت منو زیبا و حسن و نیکو قرار بده. معنیش چیه؟ اگر صورتت زیبا و جذاب باشه، اخلاق زیبا نداشته باشی، صورتت خراب میشه. دیگه نیاز پیدا میکنید برید بینید، عمل بکنید. از صورت خودت هم بدت میاد، چون فکر میکنی این صورت دخترها بهش نگاه نمیکنن. جذاب نیست دیگه. چه دعای زیبایی است! این همه پول خرج میکنن، بعضی دیگه قابل کنترل نیست. و دچار مشکل میشن. بعضی ها مو میخرن از بازار، همطور که دیشب گفتم. بعضی ها ناخن میخرن از بازار که به جمالشون بیفزاین. بعضی ها مو میکارن که جمالشون رو به دست بیاورن. باور بکنید اگر کچلم باشید، پاک باشید، خالص باشید، طاهر باشید، روز قیامت اعمال نامت به دست راستت بدن، هنگام مرگم بدهکار کسی نباشید، مدیون نه خدا و نه خلق خدا، حق هیچ کس به گردنت نباشه، و وضو بگیرید، روز جمعه غسل جمعه بزنید، رو به قبله بنشینید، دیگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله نفس خالی بکنید. در دروازه بهشتم فرشتگان منتظرت باشن، سلام قولا من رب رحیم. خوش به سعادت شما، به دارالسلام خوش آمدید. سلام بر شما از جانب رب العالمین. که چلم بشیم اشکال نداره، اما اگر مو بکاریم که دچار جمال کاذب بشیم و با کاشتن مو، خریدن مو دچار معصیت و گناه بشیم، پول بدیم دچار معصیت و گناه بشیم، دردی رو دوا نمی‌کنه.